درود دوستان، روزتون بخیر، امیدوارم سلامت باشید. من خیلی ساده میخوام یه درسنامه صوتی تصویری با هم داشته باشیم. اینجا به صدای آقای محمد اصفهانی گوش کنید. نمیخواستم خورشیدو ازت بگیرم، نمیخواستم آسمون ابری باشه. به تلفظ کلمه نمیخواستم و ازت بگیرم دقت کنید برای یه لحظه. ببینید چی میگن. ببینید ایشون میگن نمیخواستم خورشیدو ازت بگیرم، در حالی که انتظاری که میره چیه؟ که ما مثلا بشنویم نمیخواستم خورشیدو ازت بگیرم. مثلا زمانی که صدا باز میشه و مثبت‌ها واضحن و برای حسی کردن صدا یا به هر دلیلی ما کلام رو خراب نمی کنیم، ما در حالت عادی میگیم نمیخواستم. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ چون صدا دماغیه. خب حالا اینجا به صدای آقای تاج اصفهانی گوش کنید. آسوده خاطرم که تو در خاطر منی، گر تاج میفرستی و گر تیغ میزنی. خب اگر دقیق دقت کنید متوجه میشید که مثبت ها رو شما خیلی واضح، کلمه ها رو خیلی واضح میشنوید، با توجه به اینکه اینجا آقای تاج اصفهانی باز پیره به نسبت اون اجرایی که از آقای اصفهانی شما شنیدید و اینکه اینجا اصلا میکروفونی در کار نیست. یعنی اگر میکروفونی برای ضبط باشه خیلی فاصله داره، اونجا میکروفون آقای اصفهانی کاملا تو دهانشه عملا. خب چرا این اتفاق میفته؟ ببینید من یه نکته رو میخوام به شما بگم، اصلا در این دام فکری نیفتید که نه خب حالا فرم صدای اون اونجوریه، فرم صدای این اینجوریه، اونم یه تکنیکه، اینم یه تکنیکه. اینها حرف مردم عوامیه که هیچ چیز در مورد تکنیک آواز نمیدونن. ببینید بیان شما از مثبت ها و کلمه ها آینه تمام نمای کل تکنیک شماست. شما فقط در یک زمانی میتونید کلام رو واضح بیان کنید، اونم زمانیه که به نچرال ترین حالت ممکن آواز میخونید، یعنی اینکه کلام رو عین گفتار روزمره روزتون دارین بیان میکنید، نه صدا رو به سمت دماغ میفرستید، نه صدا رو برای حجم دادن به سمت گلو میفرستید، نه زبانتون در پوزیشن بدیه، نه اندازه دهان و فکتون در پوزیشن بدیه، نه لبتون در پوزیشن بدیه. یعنی همه چیز در نچرال ترین حالت ممکن و درست ترین حالتش قرار گرفته که صدا اینه. گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم. خب اینجا اگه به آقای صادقی به صداش و تلفظ کلماتش دقت بکنید متوجه میشید که تو همون واژه اول صداش رو توی مثبت ای کلمه میدونم یه بار میکنه تو دماغ، یه بار در میاره میکنه تو گلو. یعنی دقیقا کاری که میکنه اینه، میگه میدونم. این به این میگن صدای دماغی، به این میگن صدای گلویی. یعنی در واقع فشار زبانه که باعث به وجود اومدن اون صدای گلویی و اون حالت یه همچین حالتی تو صدا میشه. خب حالا ما انتظار داشتیم مثلا چه بشنویم؟ یعنی اگر درست بود و اگر صحیح بود باید ما قاعدتا مثلا میشنیدیم میدونم مثلا، و این هیچ ارتباطی نداره به اینکه اصلا داره تحریر میزنه یا میخواد حس بده. نه، من میتونم روی این تا فردا صبح برای شما تحریر بزنم. مثلا من میتونم به شما بگم میدونم، یعنی که هیچ دستم برای تحریر زدن بسته نیست و هیچ اتفاقی هم برای من نمیفته. من فقط میگم میدونم، تمام شد، همین ساده. امروز که محتاج توام، جای تو خالیست. فردا که میایی به سراغم نفسی نیست.
خب من فکر میکنم دیگه حرفی باقی نیست، یعنی که اینقدر صدا شفافه، واضحه، تمام کلمه ها و مصوت ها دارن به درست ترین شکل بیان میشن، دقیقا مثل حرف زدن دیگه. اصلا فکر نمیکنه که شما ببینید چشاشو بسته داره میخونه با تمام وجود و دهان باز میشه رو مصوت ها. مصوت ای ببینید چه زنگی داره، مصوت آ ببینید چه زنگی داره. این میشه کلام واضح. به خاطر همینه که ما میگیم یه فرقی وجود داره بین تکنیک صحیح و تکنیک ناصحیح، زمانی که همه چیز داره به طبیعی ترین حالت ممکن اتفاق میفته. دقت به این قضیه کنید که سلیقه در رنگ صداست و وقتی ما میگیم که این اجرا از لحاظ تکنیکی صحیح تره، این به این معناست که این خواننده توانایی بالاتری در اجرا داره. حالا یک نفری هست میگه نه من مثلا سلیقه‌م محمد اصفهانیه، من اصلا روی صحبتم با اون افراد و اون مسائل نیست، روی صحبت من با آواز صحیحه. طبیعتا هر مخاطبی میتونه آزاد هست و اراده این رو داره که انتخاب بکنه چه میشنوه، ولی چیزی که وجود داره اینه که ما نمیتونیم صحیح رو از ناصحیح در واقع تشخیص ندیم. گوش ما به عنوان یه مخاطب باید توانایی این رو داشته باشه که بتونه آواز درست و تکنیکی رو تشخیص بده از آواز نادرست. حالا شما ممکنه یک اثری رو دوست داشته باشید که چه بسا من خودم آثار زیادی رو از آقای مثلا محمد اصفهانی دوست دارم، آثار زیادی رو ممکنه از رضا صادقی دوست داشته باشم و این هیچ اشکالی هم نداره. من اون اثر رو گوش میدم به دلیل اینکه یک بک‌گراندی با اون اثر دارم یا اون اثر تأثیر حسی در من ایجاد میکنه. اصلا بحث سر این نیست که فلان خواننده که داره بدی میخونه حتما آثارش هم بده. نه، ممکنه آثار بسیار خوبی تولید کرده باشه ولی از لحاظ تکنیک صدا و سلامت صدا اشتباهه. این قضیه باعث میشه که خواننده زودتر از عمر آوازی خودش از بین بره. شما مثلا علیرضا قربانی رو نگاه کنید، برگردید 10-12 سال پیشش رو نگاه کنید، ببینید چه کیفیت صدایی داره، الان چی. خب این آدم اگه تکنیک صداش درست بود میتونست از همین الان 20 سال دیگه آواز بخونه، که چه بسا تاج اصفهانی رو میبینید تو سن بالایی داره اونجا آواز میخونه و به همین صورت. امیدوارم که این درسنامه براتون مفید بوده باشه و به پیشرفت شنیدار شما کمک کنه و باعث بشه که ما بتونیم یک نسل آوازی بهتری تو کشورمون داشته باشیم که بتونیم اون درخشش و شکوه آوازمون رو که در گذشته وجود داشته رو دوباره بتونیم به کشورمون برگردونیم. به امید دیدار در درسنامه جدید.